آقا سلام دوستان گل، چه خبر؟ من کوروشم و امروز اومدیم ببخشید با یه گیم پلی خیلی جدید زدیم. جدید که نه، خیلی قدیمی این بازی، ولی خب ترسناکه. امروز اومدیم Five Nights at Freddy's 2 رو بازی کنیم. 5 شب در کنار جناب فردی. قسمت دوم این بازی که اومده سال 2014، مال 11 سال پیشه. میخوایم اینو بازی کنیم که همه بازی کردن، ما هم میکنیم. بخش صدام گرفته، نمیدونم چرا، ولی اوکی. بریم گیم شروع کنیم. نیو گیم از نایت 1. آقا همه که قضیه فنافو میدونیم دیگه، توی ویدیو براتون قضیهشون میذارم کلا. خب این عروسک‌ها چیزن؟ میگن که انگار جسد توشون پیدا شده، همچین چیزی، و ما رو فرستادن نگهبان بشیم. چرا؟ ما طبیعتا شب اول هیچی نداره و واسه آشنا شدن با محیط بازی داره. حاجی یا علی این مال شبه اول، این شبه اول بازی. ببخشید صدام گرفتم. اینم که آقای منگله، یعنی خانم منگله که من بهش میگم خانم مونگو. اینا که عروسک‌های جدید هستن که اگه زیادشون چمبرز و چراغ روشن بذاری میان سراغ. بهتر که نکنیم کار. اینجا بالون بویی که خیلی بگو چیز شد کاریترین بازی بالون بوییه. من ریدم تو اینا که چراغای راستی هستن، مال دریچه‌های تونل هستن که بالون و تویبانی از اینجا میان. توی فردی هم که از اینجا میاد. با ماسک خرش میتونید بکنید. کلا فردی با ماسک میتونید یه کاری کنید تشخیص ندید. اینم که همیشه باید کوک باشه، چون پاپت اینجاه و اگه این کوک نباشه میسورا. خالی میشه تا 5 صبح دیگه، اونم یه 30 ثانیه دیگه 6 صبح. منطق زمان رو میبینی؟ هیچکی نداره. شب دوم فقط رسما سرگرمیه و اصلا نمی‌فهمم تکون میخورم. خب 6 صبح شد، دمم گرم. من بازی تو شب 4 بیشتر نمیتونم برم. بعد از شب 4 دیگه من بلد نیستم واقعا چیکار کنم. خب شب 2 ببینید این ماسکر که میگه دیگه خیلی سنی تاجه میشه فلاش بگیرید.
شو خبر خداوند من چی بگم ای خدا او ادامه میدیم شب دوم چه مانه اینجا میترسم او چه سری بدی ساعت 6 صبح بشین الله اکبر حاجی وای که من چقدر ترسیدم این بازی آقا ما یه خاطره تعریف کنیم و دیگه خداحافظی کنیم من بچه بودم پسر خالم این بازی رو میکرد وقتی پسر خالم من 5 سالم بود ایشون الان همسن من بود خب این بازی رو انجام میداد بعد منو میترسوند خیلی بد بود آقا من میترسوند تو این بازی هی ببین لحظاتی که خودش میخواست بترسه جامپ اسکرا بازی دیگه خودش بلد نبود دیگه منو میورد خودش چششو میبست میگفت بیا نگاه کن این بازی رو بیا نگاه کن چقدر باحال یهو آقا میپرید تو صورتم سکته ناقص 2 تا سکته ناقص میزدم مثلا جامپ اسکرا پاپت خیلی بد بود اصلا زندگیم خراب شد اینقدر ترسناک بود این بازی به زمان خودش خیلی معروف بود آره خلاص اینا بود از خاطر این مزخرف ما دمتون گرم لایک سابسکرایب یادتون نره امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد اگر بازی مد نظرتون هست که من انجام بدم اول لایک بعد سابسکرایب و بعد تو کامنت ها بنویسید شک نکنید کامنتتون رو تو ویدیو بعدی میذارم اگر بگید چه بازی باید حتما انجامش بدم چی آقا دمتون گرم عشق منی لایک ساب فراموش نشه خدافظ